سلام رفقا، وقتتون بخیر باشه. من عرفان محمد حسنی هستم و اینجا قلب جام جهانی 2026 جایی که اومدیم این دوره از رقابت‌ها رو از یه زاویه دیگه به شما عزیزان نشون بدیم. این دوره خیلی پیچیده‌تر شده نسبت به دوره‌های قبلی، ولی خب هیجانش خیلی بیشتر. دوره قبلی با 32 تیم برگزار میشد. 8 گروه، هر گروه شامل 4 تیم. نصفی حذف میشدن، نصفی به نمودار حذفی صعود میکرد. ولی خب این دوره دیگه خبر از 32 تیم نیست. تیم افزایش پیدا کرده. با توجه به دستور فیفا تیم‌ها 32 تا به 48 تا افزایش پیدا کرده. یه سری تیم همون همیشگیان مثل برزیل، انگلیس، آلمان، اسپانیا. یه سری ولی برای اولین باره که به رقابت‌های جام جهانی با لطف این 48 تیم شدن شانس صعود پیدا کردن. مثل کیپ ورد، مثل تیم ملی ازبکستان. تیم ملی ما هم تو این دوره مثل دوره‌های قبلی حضور داره. امیدوارم که امیر قرندویی بچه‌ها بتونن برای اولین بار از گروه خودشون صعود بکنن. خب بریم سراغ برگزاری این دوره از رقابت‌های جام جهانی 2026 به چه نحویه؟ برای اینکه جواب این سوال خدمت شما عزیزان بدم، بهتر قلب سفید پایین رنگش رو قرمز بکنید تا ما انرژی بگیریم، هم شما عزیزان از ما حمایت کرده باشید. این دوره با 48 تیمه، شامل 12 تا گروه که تو هر گروه 4 تا تیم حضور داره. از این تیم‌ها مثل دوره‌های قبل نفر اول و دوم به مراحل حذفی صعود میکنن. نفرات چهارم مستقیم حذف میشن، ولی بین سوما یه چیزش نسبت به قبل فرق میکنه. تو دوره قبل تیمایی که در رده سوم قرار میگرفتن از دوره رقابت حذف میشدن و از گردونه این دوره از بازی ها کنار میرفتن. ولی تو این دوره از رقابت ها 8 از تیم های سوم هم روی مرحله حذفی میشن. 8 که بهترین عملکرد رو داشتن مثل تیم های اول و دوم گروه ها به مرحله 1/16 میرن. درست شنیدید دوستان، خبر از 1/8 نیست. این دور بعد از صعود تیم‌ها 32 تا تیم به مرحله حذفی میرسن. به صورت نموداری با هم بازی میکنن تا در نهایت تکلیف قهرمان جام جهانی مشخص بشه که برای اولین بار به میزبانی 3 کشوره: آمریکا، مکزیک و کانادا. مرسی که همراه ما بودیم. اگه منو فالو نکنی رفیق، این قطعا آخرین باریه که ما همون میبینیم. ولی اگه دوست داری از دنیای فوتبال لذت ببری، ما رو فالو بکن. این پست هم بفرست برای همون رفیقت که دوست داره ببینه جام جهانی 2026 از چه نگاه و از چه منظره زیباتره. مرسی که همراه ما بودین. وقتتون بخیر.